در دنیایی عادی می توانست هنرمندی باشد که عمرش را روی استیج تئاتر مقابل دیدگان مردم سپری می کند. اما در قلب خاورمیانه او شبحی بی‌نشان است که هیچ کس او را به چهره نمی شناسد. فقط می دانند فرشته مرگ اسرائیلی هاست. معمار تونل‌های زیرزمینی مرموز غزه، فرمانده تیزهوش گردان‌های عزالدین قسام و طراح عملیات طوفان الاقصی. او معروف‌ترین محمد غزه است و قهرمان فلسطین. در شناسنامه‌ای که 10 سال است به کار او نمی‌آید، محمد دیاب ابراهیم المصری نام دارد. اما مردم غزه و کرانه باختری به او لقب محمد ضیف دادند. بر همین اساس رژیم صهیونیستی محمد را موجودی با 9 جان معرفی می‌کند و رسانه‌های عبری و عربی او را تحت تعقیب ترین آدم روی زمین برای اسرائیل می‌دانند. از مغز متفکر حماس تنها 3 عکس قدیمی و بی‌کیفیت وجود دارد که یکی از آنها هم با نقاب است. عکس‌های او در دهه 2 یا 3 زندگیش آخرین تصاویر فلسطین از فرمانده بی تصویری است که 2 هفته پیش و در آستانه 60 سالگی نبوغ نظامیش را به رخ جهان کشید. محمد ضیف یکی از دوستان و همراهان یحیی عبداللطیف عیاش، مبارزی بود که شاخه نظامی حماس یعنی گردانهای شهید عزالدین قسام را پایه‌گذاری کرد و به دلیل عملیات‌های موفقی که در هلاکت اسرائیلی‌ها داشت به او مهندس مرگ لقب داده بودند. رژیم صهیونیستی اما در نهایت به کمک یک خائن و یک موبایل بمبگذاری شده او را به شهادت رساند. و شاید از همین روست که محمد ضیف هیچگاه از تلفن همراه استفاده نمی کند. سی سال پیش وقتی تل‌آویو شهادت مهندس مرگ را جشن گرفت، نمیدانست خلف او سایه‌ای است که از تمام دیوارها چه آهنی و چه امنیتی می‌گذرد. زیرزمین 1000 توی غزه را به اندازه اردوگاه کوچکی که در آن به دنیا آمده می‌شناسد. به رموز و ترفندهای نابرابرترین جنگ قرن آشناست. همسر جوان و نوزاد چند ماهش را در یکی از حملات اسرائیل از دست داده و می‌داند از دست دادن چیست. صبر کردن بلد است و می‌داند یک فرمانده باید از عملیات نظامی و عملیات روانی به یک اندازه اطلاع داشته باشد. رژیم صهیونیستی بعد از آخرین ترور او در سال 2021 مدعی شد محمد ضیف آسیب جدی دیده و حتی عنوان شد یک چشمش را از دست داده است. اما حتی اگر این ادعا درست باشد، فقط یک چشم برای او کافی بود تا با نگاه به عمق پیکره ضعیف رژیم صهیونیستی چنین نقشه ماهرانه‌ای را ترسیم و اجرا کند. به گونه‌ای که با گذشت 2 هفته بعد از عملیات اخیر هنوز دشمن صهیونیستی نتوانسته جمع‌بندی کاملی از چگونگی انجام و دلایل موفقیت طوفان الاقصی ارائه کند. از ضربه‌ای که درست است به گیجگاه تل‌آویو خورده، اما رژیم صهیونیستی را به این آگاهی رسانده که ممکن است هر اقدام واکنشیش بخشی از عملیاتی باشد که از سوی فرمانده نامرئی حماس طراحی شده است. رژیم صهیونیستی به خوبی می‌داند محمد ضیف به اندازه 1000 توی پرپیچ و خمی که زیر غزه ساخته مرموز و غیرقابل پیش‌بینی است. کسی نمی‌داند فرمانده زیر زمین در دل این شهر پنهانی چه تدارکی دیده است.